و چه خیلی که شما آگاهی دارید هفته یک مرتبه برنامه طب معنوی طریق تلویزیون رگر پخش می‌گردد و امروز لحظه فرا رسیدن که باز با دکتر محمود کبیری عضو اسوسیاسیون صوفیسم بین المللی اساسگزار نئوصوفیسم علمی تشریف دارند و دکتر محمود کبیری را به برنامه امروزه شما دید میگوییم. در عرفیت میگویند که تن گرم به درد نمیشود. به هر حال در زندگی این و آن بیماری آدمیزاد را اذیت می‌دهد. موافق اخبارات تشکیلات عمومی جهانی تندرستی سال 2020 بیماری دپرسیا در ساختارهای بیماری‌های طب جای اول را اشغال کرده است. پس بیاید از دکتر محمود کبیری پرسان می‌شویم که تا چه اندازه این گفته‌ها اساس دارند. در آن خطی سرحدی بین بیماری و سالمی یک بیماری نوی می‌خواهد که تهدید کند آدمان با نام دپرسی است و از کلمه لاتینی معنای فشار آورده شده، چیزی در مردم ما میگویند روح افتاده یا که زیقی. این بیماری در آن اساس پیدا شده است که حال و زمانی اطلاعات و در معینه سر اطلاعات زیاد جمع می شود و معینه گویی که اعتراض می کند، ضدیت خود را نشان می دهد و چند علامت دارد که این علامت اول در جسم انسان رخ زدنش ممکن است که انسان حوصله کار کردن یا که خواهش فعالیت های جسمانی کردن نمی خواهد، بدن سست و ضعیف است. دوم علامت آن است که در احساس انسان پیدا می شود و انسان معاشرت کردن نمی خواهد یا عصبانی می شود یا که ترس پیدا می شود و در جهان باطنی خود وارد می شود. سوم این در عقل انسان پیدا می شود که فکرهای پیدا می شوند که آنها نتیجهشان فکرهای بد و بدبینانه هستند که آدم را به ناامیدی می برند. چهارم این در روان در قلب انسان پیدا می شود که قلب انسان آرام می شود و آدم بی صبر می شود. و پنجم در روح انسان رخ می زند که انسان بی رحم، بی مهر، بی شفقت، بی مدنیت و بی مقصد می شود. خطر این بیماری هم در همین است که اگر بیماری های دیگر یک قسم یک ساحه سرشت انسان را گیرند، این بیماری باشد یک باره به تمام سرشت انسان، ارگانیسم انسان یک باره هجوم می کند و آدمان وابسته از نوع عصب که جسمی باشند در جسمشان بیشتر ظاهر می شود، احساسی باشند در احساسشان، انتلیکتوالی باشند در فکرهایشان، روانی باشند در قلبشان یا روحی باشند در روح آنها پیدا می شود. و البته در سری وقت دولت برخودرت و طب جهانی چاره‌های ناندیشد می تواند که تهدید و دولت‌های اساساً ترقی کرده بیارد. ما می‌دانیم که یکی از سبب‌های برهمخوری امپریای ریم این دپرسی کبیری بود که آن زمان را فرا گرفت و آدمان با واسطه گوناگون عملها و آدمان آن زمان با واسطه رفتار ناشایسته و غیر مقبول و از چارچوبه وجدان و عقل بیرون میخواستند که حالت خود را دیگر کنند و باید بیاریم مثلا حمامی در آن دوره آنها استفاده می بردند که به عملها و کارهای ناشایسته آورده رسانده بود. پس دپرسیا تهدید می کند دولت‌هایی را که ابرقدرت هستند و آنها از تمامی آن ظهورات هایی که در حیات هست تأمین هستند و برای آنها طلبات معنوی لازم است و جهان روبرو شده است با
آن طلبات‌های معنویی که در ضمیر هر یک انسان، در گن‌های هر یک انسان هست که انسان مانند اون که طلبات‌های دیگر دارد، باز طلبات معنوی دуховная потребность دارد که باید این ساحه را پر کرد. و در این جاده خلق ما هنوز از دوره‌های کهن به معنویات روی آورده بود و طلبات آدمان را از معنویات پر میکرد. ما با واسطه متفکران خود، با واسطه عالمان خود، با واسطه نویسندگان و شاعران خود تا حال توانستیم که طلبات‌های معنوی جهانیان را قانع کنیم. مثال گیریم مثنوی معنوی جلال‌الدین رومی که این یک سرکتابی هست در جهان معنوی آدمان. از این حساب تهدید این بیماری در حقیقت خیلی کلان است و این را وزارت‌های تندرستی این دولت‌ها درک کرده ایستادند که این بیماری معنوی هست. وقتی که انسان از همه چیز تامین است و نمی‌داند که چی کار کند و مقصدهای در پیش مانده خود را قریب که همش را اجرا می‌کند و آمده است در سطحی که باید مناسبت خود را به محیط و طبیعت معین کند. مثلا گیریم در خلق یپن با واسطه صورتگیری یا با واسطه به طبیعت نزدیک شدن، رسم کشی میخواهند که مردم خود را از حالت فشار خورده، از حالت دپرسیا بیرون کنند. در استرالیا گروه‌های رسم کشی هست. در مردم هندوستان با واسطه رقص و سرود و فیلم‌های خود مردم خود را از حالت دپرسیا بیرون می‌دارند. در مردم چین خطایی باشد با واسطه کار کردن، با کار داده شدن و با واسطه گیمناستیکی اوشو و مشق‌های کلاسیکی خود مردم خود را از این حالت برآوردند. متاسفانه در مردم برادر و دوست که حتی وزیر تندرستی فدراسیون روسیه این تهدید را به سطح دولتی خود برداشت، یکی از سبب‌های نوشیدن بسیاری مشروبات‌های اسپریتی این بیماری دپرسیا است. در اروپا باشد با واسطه زیباپرستی و عوض کردن دیزاین خانه‌های خود یا که قصرهای خود یا که مکان‌های خود با همین مشغول شده خودشون از حالت دپرسیا بیرون میکنند، یا که با برنامه‌های مخصوصی شاو بسیار میکنند که تا اینکه دقت خود را، حالت روانی خود را به اعتدال بیارند. متاسفانه در جاده مناسبت‌های بین المللی هم ما دیده ایستادیم که بسیار دولت‌های ابرقدرت وقتی که به دپرسیا گرفتار میشوند، آنها با جنگ، مناسبت‌های جنگ بین دولت‌ها آورده میرسند. گپ‌های ما بی اساس نیستند. جنگ یکم جهان مثلا در نتیجه دپرسیا جهانی و دپرسیا جهانی گرفتار شدن سر شده بود. مثلا وقتی که حالت تقسیمات زمین سر شده بود بین دولت‌های ابرقدرت و ما نظم می‌دانیم که دولت گرمانیا در این حالت در بین قرار گرفته بود و یگانه واسطه برآمدن خود را از حالت آن محاصره اقتصادی با واسطه جنگ و ما می‌دانیم که سالهای 30 بعد با وجود آمدن حکومت شورا جهان به دپرسیای کبیر گرفتار شد، از آن جمله امریکا که سالهای 30 دپرسیای کبیری در امریکا با وجود آمد و ما می‌دونیم که یکی از سبب‌های جنگ دوم جهان سر شدنش این هم دپرسیای کبیری که عالم را فرا گرفته بود از حساب پیدایش حکومت شورا و تهدید حکومت شوروی و مثلا دولت‌های ابرقدرتی دنیا. از این برمی‌آید که این بیماری نه تنها در یک فرد بلکه می‌تواند که مناسبت‌های دیپلماتی جهان را هم تهدید کند.
تشکر زیاد دکتر محمود کبیری. خوب میگفتید که بیماری دپرسیا، راه افتادگی یا اینکه ضیق‌شوی چگونه به بشریت و جامعه تهدید دارد؟ وقتی که مناسبت‌های بین دولت‌ها را دپرسیا تهدید که می‌کند، پس به جامعه بشریت تهدید دارد، چون که حالت روانی آدمان را دپرسیا به احساس می‌آورد. وقتی که انسان به احساس می‌آید، آن وقت از آن قانون و قاعده‌هایی که در عقل هستند از آن چارچوبات بیرون می‌برد و بعضی حل مسئله‌ها را شاید به واسطه احساس حل کند. تا حال ما بین مناسبت‌های بسیار دولت‌ها می‌بینیم که احساس جای اول را می‌گیرد و این سبب تیز و تند شدن حالت دولت‌ها میشه. ولی اگر ما بنگریم چرا اروپا پیش رفت؟ چون که آنها از زینه احساس برآمدند. فهمیدند که احساس منفی هم آدم را کسل میکند، هم مناسبت‌های دنیایی را از حالت آرامی به حالت ناآرامی آوردنش ممکن است. وقتی که ما روی زمین را می‌نگریم، همه شعور و همه هوش آدمان با یکدیگر پیوست است. اینو اکادمیک ویرناتسکی گفته بود که نوسفیر است، یک قبط عقلی روی زمین هست که به یکدیگر پیوست هستند و یگان آدم از این قبط عقلی بیرون نیست، چون که با واسطه عقل و فراست خود و احساس خود این قبط رو، فکر خود این قبط رو هر زمان قوت میبخشد یا قوت میدهد. چون اگر ما با تفکر آدمان روی زمین نگاه کنیم، خیلی مقدار کمی آدمان روی زمین تفکر معنوی میکنند. بیشتر فکرانی آدما این برای خود یا که فکرهای احساسی هست که مناسبت‌های تیز و تند را نشان میدهد، یا که مناسبت‌های خوبی بین یکدیگری را، یا که این فکرهایی هست که انسان از آن فکرها حاصل نمیگیرد. پس وقتی که در روی زمین اکثر مردم از تفکر معنوی که ماندند و چیست تفکر معنوی؟ این مناسبت انسان را با طبیعت، مناسبت انسان را با محیط معین کردن است که یگانه چیزی که انسان به کائنات میدهد این تفکر و فکر عالی هست، فکری که انسان را به محیط میپیوندد. وقتی که بیشتر انسان ها درباره خود فکر کردن و ایگویسم، یعنی که خودپرستی آنها از حد زیاد که شد، این سببی تهدید به اون جامعه میشد و جمع فکرهای آدمان این فکر زمین هست و زمین در بین گوی و سیاره ها با فکرهای خودپرستی خود یا که با فکرهایی که نهایت در سطح پست قرار دارند، آب رویش پست می شود و زمین یگانه سیاره هست در بین سیاره های دیگر که عقل دارد. جمع حجیره های معینه سر ما این شعور ما و شما هست. جمع عقل تمام آدمان روی زمین این شعور زمین هست و البته در این قبط عقلی روی زمین باید فکر معنوی باید باشد. اگر چنین نباشد سبب ناراحتی های خود زمین می شود. نه تنها آدمان با یکدیگر به جنجال می آیند یا که حالت دپرسی را به واسطه جنگ یا که به واسطه شدت کردن مناسبت های جهانی، بلکه با آن می باید که خود زمین هم، سیاره زمین هم و کاتاکلیزم و بلاهای گوناگون اون واقعه های ناخوشی که در روی زمین میشن گرفتار میشن. یعنی که خود زمین کوشش میکند که چنین آدمانی رو که در روی او هستند و فکرهای عالی نمیکنند آنها را نیست کند. طب جهانی نسبت بیماری دپرسیا چگونه دستاوردها دارد؟ البته هنوز از زمان کهن معلوم بود این بیماری،
حتی پدری تیب گفته بود با واسطه زیاد شدن زرده سیاه میگفت. ولی ابن سینا در اثرهای خود درباره مال خولیا را با واسطه موسیقی و آواز خوانش پرندگان تهمت فرموده بود. برای همین در بعضی کوهستان ما آواز کبک را بلبل را دوست می‌دارند و این بی اساس نیست. و البته طب حاضره با واسطه دارو تفاوت‌های فارماکولوژی یا مدیکامنتوزی توصیف فایز این بیماری را میتواند تفاوت کند که ما میدونیم که دستاوردهای خوبی در این جامعه کرده است، ولی با اون که دارو هست گروه ها تشکیل میکنند با واسطه رسم کشی، با واسطه تحلیل های روانی، با واسطه صورتگیری، با واسطه به طبیعت نزدیک شدن پیشنهاد کردن و این دستاوردها خیلی خوبند و خیلی فایزی مردم را کمک کرده میتوانند، ولی این کم است. بسیار خوب است دکتر محمود کبیری، چیزی که شما درباره ذکر کردید و عموما خود شما همچون یک اعضای همین عضو اسوسیاسیون پراپسیکولوژی روسیه هستید، در همین باره درباره دپرسیا یعنی بیماری راه افتادگی چی نوآوری کردید؟ برای آنکه برای ما روشن‌تر شود ما آدمان را به نوعی عصب جدا کردیم. وابسته از نوعی عصب این بیماری رخ می‌زند. اگر آدم جسمی باشد این با تن خود زندگی کند بیشتر بدنی او را میگیرد. اگر آدم احساسی باشد احساساتی او را میگیرد. اگر آدم اینتלקچوال عقلی باشد فکرهای او را میگیرد. اگر آدم روانی باشد قلبی او را میگیرد. بعد اگر آدم معانی باشد معنویاتی او را میگیرد. و این یکم دستاورد ما است که ما توانستیم آدمان را جدا کنیم و بسیار آسان می شود وقتی که ما میبینیم در کجا بیشتر از کدام طرف انسان رو سرشتش رو بیشتر ضرر رسانده است. طرف دیگر اون است که ما با واسطه سخن مخصوص ریسپت های سخنی تیار میکنیم که آنها برای معاینه کلید میشوند. وقتی که انسان بیماری دپرسیا میشود داروهای خود معاینه کم حاصل میشوند. و از آن جمله نظریه سیروتونین هست که گلوسیروتونین کم حاصل می شود. یکی ما عقیده داریم که داروی اندورفینی معاینه سر که سببی بی‌دردی بدن، وقت خوشی انسان، فکرهای نیکبینانه، قلب آرام و روحی بردم و اراده متین را می شود. در این حالت در انسان کم شدنش ممکن است. اگر انسان دور و دراز بیماری های جسمی شود، اگر انسان یکون چیزی عزیزش را از دست دهد، اگر انسان با مشکلات های زندگی روبرو شود، اگر انسان خود دپرسیا را همچون تازه قبول کند، اگر انسان در زندگی مقصد و مرامی نداشته باشد میتواند با این بیماری گرفتار شد. ما با واسطه داروهای سخنی میتوانیم که معاینه سری او را به کار اندازیم تا داروهای او حاصل شوند. این را میگویند نیره گمرنی وقتی که داروهای خود معاینه سر حاصل میشن. دستاورد دیگری ما است که با واسطه تحلیل روانی، پسیخوآنالیزی، اسلوب شرقی ما سببیت این بیماری رو در انسان روشن میکنیم و انسان میتواند که مثلا بیماری خود را فهمد و سبب آن را برطرف کند. ما مثال آورده میتوانیم شخصی را که مثلا وقتی که او را به شوهر دادن از شوهر خود را معقول نکرده بود با زور که توی کردن، این سبب دپرسیا گرفتار شدن اون کس شد، هرچند که چندین سال زندگی کردن و چند فرزند هم تولد کرده است. همین نارضایتی او سببی مثلا به دپرسیا گرفتار شدن شد. وقتی ما این چیز با او روشن کردیم اون کس فهمید که سبب بیماریش بوده است و ذهنی او ما این نارضایت رو با واسطه به حال در آوردن یا که با واسطه تحلیل روانی بیرون کردیم.
طرف اون دستاور دیگری ما اون است که در حقیقت انسان در جهان عالم موج عالم نور زندگی میکند. ما با واسطه مشق‌های مخصوصی روانی می توانیم که از نور کلید بسازیم و به مرکزهای معاینه سر تاثیر کنیم تا اینکه داروی لازمی حاصل شود در معاینه یا اینکه فعال شود اون قطعه‌های معاینه سر که دپرسی را برطرف کند. و از همه مهمش آن است که ما انسان را زندگیش را در تشکیلات جمعیتی معنی خود به معنی میکنیم. ما کوشش میکنیم که انسان رو حیاتش رو یک معنی بدهیم و انسان در نزد خود در نزد تقدیر خود به مقصد باشد. رسید خیلی دگرگونی دارد. اول بچه خیلی چسبیدگی بود، دستش خیلی بود شدگی بود. آوردم خیلی بسیار جا دکتر رفتم و کم خیلی دگرگونی دارد، نقص همش دستش میفرورد، همه رای میکند، میقپد همه چیه نمیقپدی چیه. در روز شدم جان سدیم نقص کار میکنم نقص. کوشش کردیم که همراهی پدرم به نزد قبول محمود کبیری شخصا خودمو آییم و دردمو شفا بخشد. پدرم از درد بیخوبی بسیار اذیت میکشند و ما دیسکای آنها رو شنیده خیلی بهره‌مند میشدیم. حالا من هم تیز عصبانی میشدم و خود را بی‌مدار حس میکردم. بعد شنیدن دیسکای محمود کبیری خود را خیلی بد حس میکردیم و بعد شنیدن این دیسکو ما خود را خیلی خوشبخت حس میکردیم. بسیار شنوندگانی که از رادیو برنامه تاجیکستان برنامه محمود کبیری را از رادیو میشنیدند مشتاق دیدار آن کس بودند و ما بسیار از مادر آن کس رضا که چنین فرزند را به دنیا آوردند. شما از کجا آمدید؟ ما از شهر کانیبادان همراهی پدرم اومدیم به قبول محمود کبیری. سلامت باشید دکتر محمود کبیری. خب شما که در همین ساحه فعالیت میکنید در ساحه طب، سیر و اسرار همین بیماری را شما چگونه شرح میدید؟ چون که ما چند سال در طب هستیم و آموختیم و دیدیم که در حقیقت دپرسیا این بیماری زینه معنویات است. انسان باید در عالم معانی وارد شود و طلبات‌های معنوی خود را باید قانع کند. مانند که انسان از خردی طلبات‌های جسمی دارد، احساسی دارد، عقلی دارد، باز طلبات‌های معنوی دارد. در این جاده ما همین را درک کردیم که اگر انسان در زندگی مقصد نداشته باشد، در زندگی عقیده نداشته باشد، این سببی به این بیماری گرفتار شدن آدم می شود. مردم ما هنوز از زمان کهن معنویات بلند داشتند و در این جاده معلم معنویات بشر هستند. ما با واسطه این تشکیلات معنوی خود می خواهیم که هر شخصی که به ما مراجعت می کند حیات او رو معنی بخشیم، مقصد گذاریم و انسان در جاده معنویات طلبات‌های خود را قانع کند تا اینکه هماهنگ با محیط شود که این سیر است نهان. بینندگان عزیز، خیلی که از گفته های دکتر محمود کبیری عیان میگردد در حقیقت بیماری دپرسیا یعنی
راه افتادگی زیغشوی ارزی هستی دارد و در برابر آن طبابت آن نیز در دست خود شفاکاران است. و بینندگان عزیز، در همینجا برنامه طب معنوی به پایان میرسد. برایتان شبی خوش و با فراغت رو تمنا داریم. با برنامه‌های دیگر تلویزیونی دیگر باشید. خیر تا دیدار دیگر.